نوین من دارم راجع به جنبش دانشجویی بعد از 76 صحبت می‌کنم موفق بوده. ما موفق بودیم و الان به مرحله سازماندهی رسیدیم. ما آسیب شناسی برای عدم موفقیتمون نیاز نداریم. ما الان نیاز داریم این موفقیت ها رو درک بکنیم و حالا تشکیلاتی بشیم. داریم میگیم ما یک روز به نام جنبش دانشجویی نداشتیم. این به این معنی نیست که نمیتونستیم هیچ وقت داشته باشیم. این فکر ایدئالیستیه. مگه ما به روز نیاز داریم؟ یک روز به درد ما می‌خوره. ما یه ایجنتیو داریم. مثلا چه اتفاقی افتاد؟ مگه تونست حرکت بکنه؟ باید از این فکر یعنی در واقع تند و ایدئالیستی بیایم باشیم مسائل جدید. می‌فهمی چی میگم؟ جنبش دانشجویی این وحدت رو ندارد. همیشه باشه دانشجویی یک شماره موقته. من به عنوان احمد واطبی خب 81 646 201 شماره دانشجویی این یه موقته، یعنی یک نهایتش شاید مثلا تو 6 تا 7 سال خیلی دوره که دست شماره دانشجویی مال من باشه. خب در کنارش گفتم چند تا گفتم من از اقتصادی وابسته‌ام، من لازم نمیدونم در واقع مسائل عاطفی، مسائل اجتماعی، این همه وابستگی‌هایی داره که از خودم استقلال ندارم، نمیتونم تنها رو پای خودم وایسم. یکی دیگه این که جنبش دانشجویی ایران با توجه به اینکه هر کدومشون تحت تاثیر در واقع گروه‌ها و جریانات سیاسی کلانتر خارج از جنبش دانشجویی هستن، وحدت در عملکرد ندارن. احزاب میان یارگیری میکنن جبهه مشارکت از یه طرف نمیدونم میان آقای جولایی ببخشید جبهه مشارکت رو میکنن فرض کنن امیر عباس تو راهی نداری ببین ما با روز می‌دونیم برای خودمون ما ایران فوربیدن ساختیم. خب اینو موفقیت تلاش‌های بدبختی ریسکایی کردیم همون. خودت تو ایران فوربیدن دیدم سال سرکردی کردیم، ولی چه تأثیری در حال حاضر گذاشت؟ تأثیرش یک مقطع کوتاه بود. ما نتونستیم تأثیر بلند مدت داشته باشیم. تأثیر بلند مدت باشه. من چند تا مؤلفه رو گفتم. اینا اون چیزایی که باید کار بشه میاد. وحدت در عمل کرد، جهت دادن تکثر آرا، نمیدونم این باید کار بشه. ما با ایران فوربیدن به جایی نمیرسیم. نمی‌کنه موفقیت جنگین‌هایی که من بهش افتخار می‌کنم، ولی اینها برای من به نظر من وقتی که همچین اتفاقی افتاده بود یعنی حاکمیت از ویژگی داره به شدت میترسه، یعنی این رو اون کار کرده خودش رو پیدا کرده و حالا ما میخوایم حاکمیت رو بترسونیم و بخندیم به این ترس حاکمیت و این اتفاق توی 18 تیر افتاده. یه مورد دیگه این که گفتیم ما استقلال نداریم، ما یک سری نیازهایی داریم، یک سری مطالب داریم، مگر دانشجوهای موفق جنبش‌های دانشجویی موفق دنیا مثل آتپور جنبش دانشجویی بسیار موفق یوگسلاوی که میلیشوییش سرنگون کرد، مگر اونها استقلال داشتن؟ ما برنامه‌های اونها رو دیدیم، دانشجوها جمع می‌شدن، حالا موسیقی‌ها راک اجرا می‌کردن، فلان می‌کردن، این برنامه‌هاشون می‌مدن با این همشون تیشرتای مشکی با اون آرم مشت می‌شستن صحبت می‌کردن از اینکه پول ندارن، از اینکه چطور زندگی میکنن توی زیرزمین‌های نمور، چه جوری وضعیتشونه و تمام این استقلال مالی نداشتن ها و استقلال حالا عاطفی و فلان این چیزایی که همه اینها برای همه مثلا ویژگی جنبش دانشجویی اینه و به همین دلیل عصیان‌گریش هی دائم تشدید میشه. رو همین حساب ما دانشجویی با این کمبودها آداپته میشیم، ساخته میشیم و عصیان‌گری رو در خودمون پرورش میدیم و مثل مردم عادی جامعه در یک شرایط و فرم خاص قرار نگرفتیم تا بتونیم به اعتراض خودمون ادامه بدیم. این اصلا ویژگی ماست و این ویژگی به ما امکان حرکت میده. بعد راجع به احزاب گفتی که یارگیری میکنن. احمد تو، من، بچهای زندانی یا همین بچه‌ها عضو کدوم حزبیم؟ حالا ایشون که جزو برادران ما عضو کدوم حزبیم؟ ما که عضو نیستن جزو خواهرانن. ببینم آخه این میگی جنبش اجتماعی ایران نداریم، نه اساسی میگی جنبش دانشجویی ایران مثلا کاری نداریم، نه اساسی. ولی بحث شما مشخص کن بهش بحث ماشین شناسی تئوریک بکنیم و بعد به نتیجه برسیم. ما بنده معتقدم و قابل اثبات میدونم ادعام رو که ما در ایران جنبش‌های اجتماعی داشتیم و داریم. جنبش‌های اجتماعی داشتیم داریم. یک یه لحظه جنبش‌های اجتماعی دست جنبش دانشجوییه. جنبش‌های دانشجویی داشتیم و داریم. جنبش اجتماعی هسته پسیو داره، یه به واقع توده پسیو داره، یه هسته اکتیو. یعنی نخبگان جنبش اجتماعی داریم. شما اینکه اینجا نشستی نخبه نه به معنای ماهر و پروفشنال فلان دوستان، به معنای ادبی به واقع معنایی که ادبیات جامعه ادبیات روسیه وجود داره. شما
مایی که اینجا نشستی نقطه یه جنبش شهری هست، نه جنبش اجتماعی دانشجویی شهری هستی به نام جنبش اجتماعی شهری 18 الی مثلا 22 تیر 78. این آقایی که اینجا نشسته امیر عباس فخرآور نقطه یه جنبش اجتماعی به اسم جنبش شهری نام امیر که من دیگه میخوام سعیدم بس خب جناب رهبریش چه فکر کنید؟ اگر میگید نه چرا میگید؟ رهبری چه چیزی میکنید؟ الان احمد جان من منظورت از این نمیفهمم که پیشنهادت چیه؟ ببین من پیشنهادی ندارم. فعلا بخش سلبی قضیه رو دارم. منظور ببین الان برای رهبری طیف اپوزیسیون خارج از حکومت چه کاری باید کرد به نظرت؟ ببین من دارم میگم اگر قرار باشه یه تعاملی باشه بین جامعه دانشجویی یک حرف قشنگ زد و یه نهاد فراگیر باشه من یا قبول شما اسمشو میذارید کامپانیسه قبول من پیشنهادت قبول میکنم ولی این مؤلفه‌ها رو باید داشته باشه. خب چه مؤلفه‌ای؟ باید اعتماد سازی بشه. من الان اعتمادم به جمع نیست. من تو رو حالا باش دوستم این صحبت میکنم من تو اصلا آدم خائن میدونم تو من معتقدم تو آدم خیانتکار هستی به ما ممکن کنه اعتماد من چطور میخواد جلب کنه خبرشو نداری خیلی این از یه مفهوم دیگه صحبت کنیم داریم از یک نهاد دموکراتیک کاملا دموکراتیکی از یک دموکراسی حد اکثری صحبت میکنیم که قرار بچه‌ها بیان خودشون کار خودشون انجام بدن. یعنی قرار نیست به من و امیر عباس اعتماد بکنن، قرار نیست به ایکس و ایگرگ اعتماد بکنن، قرار نیست به نهاد اعتماد بکنن. یعنی ما این منتالیتی مدرن رو داریم که عبور بکنیم از انسانگرایی به واقع اجتماعی به نهادگرایی اجتماعی و از فردگرایی اجتماعی به نهادگرایی اجتماعی. ادبیات در از طرف حاکمیت عناصری هستن برای تخریب شخصیت‌های منو نشون داد آقا بس چیز شده آقا جان بس اینه اگر قرار باشه که تشکیلات قائم به فرد باشه یعنی یه تشکیلاتی را بندازیم قائم به امیر عباس باشه یا یه تشکیلاتی را بندازیم قائم به بنده باشه یا قائم به شما باشه یا قائم به آقای بولایی باشه یا قائم به آقای امینی باشه یا به همه دوستان شده باشه بس چون تخلخل شخصیتی شدن شخصیت آدم سراغ میشه تخلخل پیدا یا قائم به از آبته شدن تو کمیسیون زمان حزبی چه میدونم یا قائم به آقا محسن باشه یا هر چیز دیگه بس این است که در این صورت شما اعتماد سازی باید بکنید نسبت به اون فرد یعنی یه رهبری خیلی کاریزماتیکی داشته باشی با یه اعتماد سازی حد اکثری یعنی یه چهره مثل چه می‌دونم فیدل کاسترو داشته باشی یه چهره مثل لنین داشته باشی یه چهره مثل امام خمینی توی مقطع کوتاهی داشته باشی که یه اعتماد حد اکثری اجتماعی نسبت بهش وجود داشته باشه و یه اعتماد حد اکثری بتونه که مدعی به واقع ساخت تشکیلاتی بوده باشه ولی ما اعتماد سازی نسبت به چیز نمی‌کنیم اعتماد سازی نسبت به فرد نمی‌کنیم و اصلا از پتانسیلی که داریم پتانسیل بالایی که داریم استفاده نکردیم یعنی مثلا من به رادیو فرد نکردیم من این کارو نکردیم واقعا نکردیم شبکه‌های تلویزیونی دربست در اختیار ما شبکه‌های رادیویی دربست در اختیار ما حتی از ما برنامه خواستن برنامه‌های مستقل که خواستن آقا در شهر در این حد که آقا اصلا ما 4 ساعت 5 ساعت برنامه مال شما در هفته یعنی گفتم ما موجی نمیذاریم هیچ کاری نمی‌کنیم اعلام می‌کنیم این برنامه مربوط به جنبش دانشجویی درون ایران خودتون هر چیزی برای ما فیلم بفرستید اون رو ما می‌ذاریم روش اصلا یه اجماع عجیب پیش اومد یه دفعه بین طیف جمهوری خواه و مشروطه خواه خارج از کشور که تا حالا توی هیچ حرکتی این شکلی کنار هم وای نمی‌ایستادن کسایی که جلوی ما وایسادن دوستان ما در درون تشکیلات آقای ابرزدی هستن که بالا میشن نامه‌نگاری می‌کنن برام الان یعنی این پتانسیل وجود داره میخوان وقتی میخوان باید ما یه حرکتی بکنیم نمیتونیم ساکت بشیم خانم دکتر شما از دانشگاه تهران قلب دانشگاه‌های ایران این پتانسیل تو دانشگاه تهران وجود داره یا نه؟ دانشگاه تهران 100%